بودم ای پسر جانم پسر، بی پدر آخر چرا بر آخرت کردی سفر؟ آه می خواهم تو را بینم دلم گم میزند، در قیامت مانده ام دیدارها جانی پدر جانی پدر جانی پدر. من غریبی سینه ریشو پیش راهم بستن، هیچ امکانم ندادن بینمت بار دیگر. خانه ای دشمن بسوزد کشت فرزندی مرا، حیفی فرزندی عزیزم نیک بود و بی ضرر. من برای خاطری آینده‌ات کردم سفر، از کجا دانستم جانی تو در زیر خطر؟ تو به زیر خاک رفتی خاک بر سر میکشم، خاک بر سر میکشم. چهره زیبای تو پیوسته در پیشی نظر، در غریبی خونی حسرت میخورد مسکین کمال، در غریبی خونی حسرت میخورد مسکین کمال. به عزیز به کی عزیزم پاره شد مغزی جگر مغزی جگر مغزی جگر. به عزیز به کی عزیزم پاره شد مغزی جگر ای جان پسر. و برادر عزیزم کمال جان هم دردی میکنم، در حقیقت این بسیار روزی سخت است، جگری آدم کنده میشه. من پسر گم کردگی هم از سرم گذشتگی هست میدونم. خودتون احتیاط کنید، خد ارواحش به دعا کنید، بیگاه دوشنبه بیگاه جمعه جایی که عزیز بی که خدا جنت کند، گورش پرنور گردد، ارواحش از ما و شما شاد باشد. همین نزدیکای خدا صبر تیادو با از این بلای و از این وباها خدا نگاه دارد و با آینده فرزندو با خدا کشایش تیاد، عمر تیاد. جایی که عزیز بی که خدا جنت کند، روحش همیشه شاد باشد. ربنا آتینا فی دنیا حسنه فی الاخرت حسنه و قینا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. الله اکبر. برادری عزیز سلامت باشید.